استاد ببخشید یه سوال، میگم که من بازیگر سینما، تلویزیون و تئاترم، میتونم به نظر شما دوبلور شم؟ پیش نیاز خوبیه برای دوبلور شدن ولی همه چیز نیست. استاد به من گفتن که شما خیلی صدای شیکی دارین. من میتونم دوبلور بشم با این صدا؟ اولا که کی گفته؟ اون کسی گفته باید متخصص باشه. بعدم صدای شیک که فقط ملاک نیست. شما باید روی این کاراکتره که تو فیلم میبینی سینک بگی، حس بگیری، بازی کنی. همین فقط صدای شیک نمیشه اصلا واقعا. استاد ببخشید میگم که من 35 الی 50 تا تیپ بلدم. میتونم دوبلور خوب بشم؟ 35 الی 50 تا تیپ؟ بله. اولا که دوبلور عزیزم همش تیپ کارتونی و فانتزی نیست. بعدم دیگه نهایتا سنگ به تره که بهترین دوبلور تیپو 7 تا تیپ تفکیک شده داشته باشه. پیشکسوت‌ترینش، بهترینش، استادترینش. 50 تا تیپ داری تو. استاد من تقریبا صدام خوبه، میتونم دوبلور شم؟ مگه میمونی؟ دوبلور شم. استاد من بین بچه‌های فامیل تنها کسی هم که میتونم خوب ادا در بیارم. منم صدای شوهرمو خیلی خوب در میارم. شوهرم تو تقلید میکنه. آفرین. میخوای دوبلور شی؟ بله. میپرم.